سلام، به پیتاک استودیو خوش اومدین. من پریسا هستم، مدرس انگلیسی شما و اینجا کانال یوتیوب منه. من در کانالم انگلیسی رو به زبان ساده آموزش میدم و در این سری ویدیوها در حال تدریس کتاب هدوی قرمز هستم. در ویدیوهای قبلی تا انتهای یونیت 2 کتاب هدوی قرمز رو به پایان رسوندیم و در این ویدیو قراره که یونیت 3 رو با هم دیگه آغاز بکنیم. اگر صدای من خیلی خسته است امیدوارم که عذر منو بپذیرید، چون من یه جراحی داشتم و الان ویدیو ضبط کردم برام خیلی سخته، ولی چون به شما عزیزان قول داده بودم دارم سعی میکنم که تمام توانم رو براتون بذارم. یونیت 3 عنوانش هست تایم آف. تایم آف به معنای مرخصی گرفتن و تعطیلی داشتن. تایم یعنی زمان، آفم کلا تو انگلیسی آف یعنی که تعطیل، مرخص، خاموش. مثلا میگه فلانی آف شده یعنی دیگه حواسش نیست. I had some time off، من یکم مرخصی گرفتم. I need some time off، من یکم مرخصی احتیاج دارم. در قسمت گرامر قرار present simple یعنی حال ساده بخش دوم رو یاد بگیریم. با آی و وی و یو و دی بتونیم جمله بسازیم. در قسمت vocabulary به leisure activities خواهیم پرداخت که در واقع فعالیت‌های مختص وقت آزاد و خوشگذرونی هستند. leisure به معنای وقت آزاد و free time هست. everyday English قسمت انگلیسی روزمره یا اصطلاحات کاربردی ماست که social expressions به معنای اصطلاحات اجتماعی و در سطح جامعه استفاده میشه هست در قسمت everyday English. و reading ما هست busy weekends، آخر هفته های شلوغ. listening ما هست your work life balance، تعادل زندگی و کار شما. و در قسمت writing form filling، پر کردن یه فرم. خب این تصویر زیبا رو نگاه بکنین. اینجا یه دونه سوال، یه باکس داریم، 2 تا سوال توشه. where are they، اونا کجان؟ they are at the beach، اونا توی ساحلن. what do they like doing، اونا دوست دارن چی کار کنن؟ فکر کنم اونا دوست دارن اسب‌سواری کنن دیگه. they like riding horses، they like riding horses. در ادامه میگه watch the video introduction online، میگه اگه برید توی اون در واقع سایت خود کتاب میتونید یه ویدیو introduction ببینید. use your workbook for self study، از کتاب کارتون برای self study استفاده کنید. و در نهایت go online for more practice and check your progress، اگر آنلاین بشید میتونید که پروگرس خودتون رو چک بکنید در امکاناتی که این کتاب در اختیار شما میذاره. من راستش خودم خیلی استفاده نکردم، ضروری هم نمیبینم استفادهش، ولی براتون گفتم که این قسمت کتاب راجع به چیه. کتاب با گرامر شروع کرده این یونیت رو. present simple حال ساده. I you we they، I من، you تو، we ما، they اونها. what day is it today، امروز چند شنبه است. ببین این جمله رو حفظ کن عزیز. امروز چند شنبه است. what day is it today. say the days of the week، روزهای هفته رو بگو. say the days of the week. ببین با این تمرین حفظ کردن یه عالمه جمله میبری توی ذهنت که ناخودآگاه انگلیسی تو خوب میشه. چرا؟ چون جمله ها جای خودشون رو توی مغزت ناخودآگاه پیدا میکنن و تو یاد میگیری کلماتو پشت سر هم تکرار بکنی. ناخودآگاه اشتباهات گرامریت کم میشه چون جمله‌های صحیح حفظ کردی. پس پیشنهاد من به تو دوست عزیز اینه که بشین این خطا رو حفظ بکن. which days are the weekend، سوال 2 رو دارم میخونم. which days are the weekend، کدوم روزا آخر هفتن. which days are the weekend. این جمله رو حفظ کن باز تو با خودت. حالا میگه چه روزای آخر هفتن تو کشور ما. حالا همه رو میخونم بعد جواب میدم. which days are you busy، کدوم روزا تو درگیری. which days are you busy. حالا بریم سوالا رو جواب بدیم. سوال 1 what day is it today. الان که من دارم برای شما ویدیو میگیرم دوشنبه شبه، پس میشه it's Monday. say the days of the week، روزای هفته رو بگو. روزای هفته در ایران از شنبه شروع میشه Saturday، یک شنبه Sunday، دوشنبه Monday، سه شنبه Tuesday، چهارشنبه Wednesday، پنجشنبه Thursday، جمعه Friday. سوال 2 which days are the weekend. in ایران، در ایران Thursday and Friday، پنجشنبه و جمعه. which days are you busy، کدوم روزا تو شلوغی. من میخوام بگم شنبه تا چهارشنبه، میشه Saturday to Wednesday.
Saturday to Wednesday. شنبه تا چهارشنبه من شلوغم. خب حالا این سوالای قسمت استارتر رو جواب دادیم. بریم سراغ تمرین 1. Far from home. دور از خانه. Read about Logan Cooper. در مورد لوگان کوپر بخون. Where does he come from? اهل کجاه؟ Where does he live now? الان کجا زندگی میکنه؟ لوگان کوپر احتمالا این آقای توی این تصویره. اینجا راجبش یه متن هست و یه توضیح این بالا هست. لوگان کوپر، آقای لوگان کوپر، راگبی پلیر، بازیکن راگبی. یه متن اینجا هست، ما بریم راجبش بخونیم و یاد بگیریم. Sport is my life عنوان متنه. ورزش زندگی منه. شما باز از این جمله بچه‌ها الهام بگیریم. من میخوام بگم چای عشق منه، میشه tea is my life. من میخوام بگم چه میدونم تنیس عشق منه، tennis is my life زندگی من، یعنی انقدر دوستش دارم. خب بریم سراغ متن. جمله اول که بولده I work hard. من سخت کار میکنم. but I'm lucky. اما من خوش شانسم. lucky کلمه رو ببین. lucky خوش شانس. I love what I do. من دوست دارم کاریو که انجام میدم. says Logan Cooper. اینا رو لوگان کوپر میگه. Logan Cooper is 19 years old. Logan Cooper 19 سال است. He comes from Perth, Australia. اون اهل پرث استرالیا است. But now he lives in Newcastle. فکر کنم شماره 2 میشه lives دیگه. حالا بعدا جای خالی رو پر میکنیم. میگه اما اون الان توی نیوکاسل زندگی میکنه، یا he is in Newcastle. نه he now lives in Newcastle. شماره 2 باید همون lives به معنی زندگی کردن باشه. In the north of England. در شمال انگلیس. خب همین دوتا سوال رو باید جواب میدادیم. اولیش اهل کجا؟ اهل استرالیا، پس میشه he comes from Australia. Where does he live now? الان کجا زندگی میکنه؟ He lives in England. این دوتا سوال رو جواب دادیم راجع به این آقا. بریم سراغ ادامه متن. تمرین شماره 2. Complete the text with the verbs in the box. متن رو کامل کن با افعال داخل این جعبه. Listen and check. گوش بکن و چک کن. این جعبه رو نگاه بکنید، فعلای داخلش رو چک بکنید. comes که روش خط قرمز کشیده یعنی آمد، اسمش مال سوم شخصه. زیر کام داریم trains. train یعنی آموزش دیدن، دوره دیدن و آموزش دادن و دوره برگزار کردن. doesn't do فعل بعدیه یعنی انجام نمیدهد، سوم شخصه. goes back یعنی برمیگردد. hopes یعنی امیدوار است. shares یعنی به اشتراک میگذارد. lives زندگی میکند. has دارد. plays بازی میکند. این فعلا رو داریم. حالا برمیگردیم این متن رو با این فعلا کامل کنیم. Logan Cooper is 19 years old. خط اول معنی کردیم. He comes from Perth, Australia. But now he lives in Newcastle. اما الان همون فعل لیوز که من گفتم زندگی میکنه در نیوکاسل. In the north of England. در شمال انگلیس. He's a rugby player. اون یه بازیکن راگبیه. هی جای خالی rugby for the Newcastle Rebels. اون بازی میکنه راگبی برای تیم ربل، میشه شورشگران نیوکاسل. پس he plays میشه شماره 3. and he جای خالی every day from Monday to Friday for the big game on Saturday. و میگه اون هر روز از دوشنبه تا جمعه برای اون بازی بزرگ روز شنبه داره چی کار میکنه؟ تمرین میکنه، آموزش میبینه. trains دومی فعلی که داشتیم میاد در جای خالی شماره 4 میشینه. در ادامه میگه Sunday is his one free day. یک شنبه یک روز آزاده اونه. His day off روز تعطیل اون. He جای خالی much on Sundays. اون چی کار میکنه یک شنبه؟ هیچی، وقت آزادشه. پس doesn't do رو که تو باکس داریم میاریم تو شماره 5 که 2 قسمتیه اون منفیه میذاریم. کار خاصی نمیکنه یک شنبه ها. هی جای خالی a flat near the sports ground with Tony. میگه اون جای خالی آپارتمانو نزدیک زمین بازی با تونی چی کار میکنه؟ شریکه. پس shares میاد در شماره 6 میشینه. و در ادامه میگه که another player from the team. این تونی یه بازیکن دیگه از این تیمه. Every summer he جای خالی تو استرالیا for 1 month.
هر تابستون اون جای خالی به استرالیا برای 1 ماه. برای 1 ماه این جای خالی رو برمیگرده، چون goes back به معنای برگشتن و شماره 7 فعل 2 قسمتیه، پس he goes back to Australia. یه بار برمیگرده استرالیا. One day he جای خالی to play rugby for his country. اون امیدواره که یه روزی بتونه برای کشورش راگبی بازی کنه که با فعل hopes شماره 8 پر میشه. خب بریم سراغ ادامه درس. Questions and negatives. سوال ها و منفی ها. میگه read and listen. بخون و گوش کن. Complete the questions and answers about Logan. این سوال و جوابایی که راجع به لوگن به دادیم و کامل کن. ببینید انگاری که اینا رو یکی از لوگن پرسیده. من ترجمه میکنم میرم جلو، جای خالی هم با هم پر میکنیم. شماره 1 Where do you جای خالی from Perth Australia. خب شماره 1 حتما با کام پر میشه دیگه. میگه شما اهل کجایی؟ جواب پرت استرالیا. پرت اسم جایی تو استرالیا که خیلی هم قشنگه. Where do you جای خالی now Newcastle in north of England. الان کجا چیکار میکنی؟ طبیعتا زندگی کردن رو داره میپرسه دیگه. پس شماره 2 میشه Where do you live now. در ادامه که میگه نیوکاسل. شماره 3 Do you like rugby a lot. آیا خیلی راگبی دوست داری؟ Yes I do. آره دوست دارم. I love it. مثلا عاشقشم. I love it. شماره 4 Do you train hard. آیا سخت تمرین میکنی؟ دوره میبینی؟ ورزش میکنی؟ Yes we do. در واقع با یه گروهی هستش. میگه که آیا خیلی سخت تمرین میکنی؟ چون جواب کوتاه Yes we do. شماره 5 خالی Relax on Saturdays. Do you relax on Saturdays. سوال بله آخره دیگه. Relax هم فعل اصلیه. سوال بله آخر رو توی هدوه elementary کامل باز کردم. لطفا به این ویدیوها رو ببینید. Do you relax on Saturdays. No I don't. استراحت نمی کنم. We always جای خالی matches. ما همیشه چیکار میکنیم؟ بازی ها رو، مسابقه ها رو نمیدونم، حالا یا میشه play matches، بستگی داره توی اون فایل listening چی میگه، یا مثلا بگه که we always watch matches، تماشا میکنیم، میتونه هر کدومش باشه. و در ادامه داریم شماره 6 جای خالی Do you play rugby on Sundays. آیا راگبی بازی میکنی یک شنبه ها؟ No we don't. ما نمی کنیم. It's our day off. روز تعطیلی مونه اون روز. این هم شد در واقع این سوال و جواب ها راجع به این آقا. در ادامه میریم سراغ صفحه 31 تمرین شماره 4. Read the questions, then close your books, listen to Logan and answer them. میگه اینجا برای شما 4 تا سوال گذاشتیم. بخون، کتابو ببند، به لوگن گوش بده، سعی کن به این سوالا جواب بدی. سوال 1 Where do the players train. بازیکن‌ها کجا تمرین میکنن؟ شماره 2 How do they train. چطور تمرین میکنن؟ شماره 3 What do Logan and Tony do on Friday evenings. لوگان و تونی جمعه بعد از ظهر چی کار میکنن؟ شماره 4 What do they do on Sundays. اونا یک شنبه ها چه کار میکنن؟ سوالا رو بخون، ترک 3.3 رو گوش بده، بعد سعی کن که اینا رو به انگلیسی جواب بدی. الان دیگه معنیاش هم میدونی. بریم در ادامه تمرین شماره 5 Read and complete the text. بخون و متن رو کامل کن. Use the verbs in the box in the correct form. به افعال داخل این جعبه نگاه کن و در صورت لزوم اونا رو به سوم شخص تغییر بده. میگه اونا رو با فرم صحیح بنویس with the correct form. افعال رو دقت بکنیم. ما توی جعبه اون بالا داریم cooks یعنی آشپزی میکنه، relax یعنی استراحت میکنه، not go یعنی منفی نرفتن، go جلوش ضرب بر 2 داره یعنی go رو دوباره استفاده میتونی بکنی، train که معنیشو گفتم قبلا آموزش دادن، not drink یعنی ننوشیدن منفیش بکنی، love عاشق چیزی بودن، want چیزی رو خواستن، not feel منفیش بکنیم احساس نکردن، miss دلتنگ شدن از دست دادن و not do یعنی انجام ندادن. بریم با توجه به افعالی که به ما داده جاهای خالی رو پر بکنیم. خط اول We train hard every weekend.
ما هر آخر هفته خیلی تمرین میکنیم. Usually at the sports ground. معمولا در زمین بازی. But sometimes we جای خالی running or cycling in the countryside. برای شماره 2 شما فقط باید از فعل go استفاده بکنید. چون اسپورت running ing داره، cycling هم ing داره. این فعل اسپورت ها ورزشایی که ing دارن همیشه با فعل go میان. پس میشه we go running or cycling in the countryside. We cycle for miles often to the sea. ما مایل ها دوچرخه سواری میکنیم معمولا به سمت دریا. I really جای خالی the beaches near the Newcastle. They're beautiful. من فکر کنم این میشه love. میگه من عاشق ساحلای نزدیک نیوکاسلم. اونا خیلی زیبان. But I don't go swimming there. اما اونجا من نمیرم شنا کنم. I never swim. من هیچ وقت شنا نمی کنم. The North Sea is too cold. دریای شمالی خیلی سرده. It's freezing summer and winter. همیشه در حال هوای خیلی سرده. It's freezing یعنی یخ‌آلود. چه تابستون چه زمستون. Not like in Australia. مثل استرالیا نیست. تونی جای خالی swimming sometimes. شماره 5 میشه تونی goes swimming. همون گوه که یادتون باشه 2 بارم گفته بود تو این استفاده بکنین. باز دوباره اینجا با فعل در واقع با اسپورت swimming چون ing داره میاد. But then he جای خالی the cold. اما معمولا بعدش سرما میخوره. پس میشه he has the cold. سرما خوردن فعلی که باش میاد have the cold یعنی سرما خوردن. He has the cold اون سرما میخوره. و در ادامه میگه he's from Newcastle. اون بالاخره یه آدمی که اهل نیوکاسل و این هوا براش اینجوره. Saturday is the big day. شنبه روز بزرگه. Match day روز مسابقه. On Friday evening جمعه غروب Tony always a huge meal for us. meal یعنی وعده غذایی. خب وعده غذایی چیکار میکنه؟ میپزه. پس شماره 7 میشه Tony always cooks a huge meal for us. huge دقت بکنیم به معنای گنده و درشت و عظیم و زیاده. with rice and potatoes با برنج و سیب زمینی. with chicken and green vegetables با جوجه و سبزیجات سبز. but of course we جای خالی any alcohol. اما البته ما اصلا الکل نمیخوریم. we don't drink. اون not drink هست توی باکس میاد به فرم صحیح بعد وی میشه we don't drink نمیشه we not drink. فعل اصلی و با don't و doesn't منفی میکردیم. I love the excitement on Saturday especially when we win. من خیلی عاشق هیجان شنبه ها مخصوصا زمانی که ما میبریم مسابقه رو. we win. Sunday یک شنبه we جای خالی ماچ. شماره 9 میگه ما کاری زیاد نمی کنیم. یک شنبه است دیگه روز تعطیله. پس میشه we don't do much. یادتونه not do بالا داشتیم تو اون جعبه میشه we don't do much یعنی ما کار خاصی نمی کنیم. we're so tired ما خیلی خسته ایم. we just جای خالی and watch TV. چیکار میکنیم؟ ما تلویزیون میبینیم. sport of course یعنی البته ورزش. we just relax شماره 10 we just relax and watch TV. My favorite is the skiing, ski Sunday and football. برنامه مورد علاقه من اسکیه. برنامه یک شنبه اسکی Sunday and football و فوتبال. I'm a Newcastle United fan. من یه طرفدار United نیوکاسلم. البته of course. Oh and I Skype my mom and dad in Australia. و با در واقع مامان و بابام توی استرالیا اسکایپ میکنم. I جای خالی them a lot. من I love them a lot. عاشقشونم. They جای خالی me to play for Australia one day. اونها در واقع برای من چیکار میکنن که بتونم برای استرالیا یه روزی بازی بکنم. این هستش که they want me یعنی اونها از من میخوان. they want me. اینم شد انتهای در واقع این متن. شما میتونید با گوش دادن به ترک 3.3 جواب ها رو چک بفرمایید. من میتونم در ادامه برم سراغ تمرین 6 که در مورد یک رول پلی هست. work with a partner. با یه پارتنر کار بکن. use the prompts to make questions to ask Logan.
از این prompt بهتون قبلا گفتم prompt میشه سر جمله، میشه ایده، میشه 4 تا کلمه ابتدایی، میشه یه قسمتی از جمله. میگه به شما یه سری جمله های ناقص دادیم راجع به لوگن سوال بپرس و اینها رو تبدیلش بکن به سوال هایی که میخوای از لوگن بپرسی. مثلا where do you come from؟ شماره 1 اهل کجایی؟ شماره بعدی like living in Newcastle. شلاره بله یا خیر باید بسازیم چون یه دونه جای خالی داره. میشه do you like living in Newcastle؟ انگار که میخوایم بریم از اون بازیکن فوتبال بپرسیم، بگیم زندگی تو نیوکاسل رو دوست داری. میشه do you like living in Newcastle؟ سومی هست where جای خالی live in Newcastle. کجای نیوکاسل زندگی میکنی؟ پس میشه where do you live in Newcastle؟ Where do you live in Newcastle؟ کجا زندگی میکنی؟ بعدی هست how often you train. چند وقت یه بار تمرین میکنی؟ پس میشه how often do you train؟ How often do you train؟ یه جای خالی یک کلمه لازم داره، یه جای بیش از یک کلمه. بعدی جای خالی you always train at the sport ground. سوال بله یا خیره. همیشه تو زمین بازی تمرین میکنی؟ پس میشه do you always train at the sports ground؟ بعدی هست what جای خالی you and Tony before the match. What do you and Tony do before the match؟ تو و تونی قبل بازی چی کار میکنین؟ What do you and Tony do؟ 2 تا دو میخواد بچه ها. یه دو مال ساختار سواله، یه دو فعل اصلی انجام دادن. بعدی هست what do you do on Fridays؟ What do you do on Fridays؟ هم یه دو میخواد هم یه یو. باز دوباره یه دو مال ساختار جمله است، این دو به معنی انجام دادنه. میگه جمعه ها چه کاری انجام میدی؟ یک شنبه ها چه کاری انجام میدی؟ Fridays, Sundays. در ادامه you like any other sports. یه ورزش دیگه دوست داری؟ سوال بله یا خیره. Do you like any other sports؟ و در ادامه miss your family. دلت تنگ میشه برای خانواده. Do you miss your family؟ Do you miss your family؟ الان شما یه عالمه سوال دارین که میتونین از لوگن بپرسین. اگر نمیدونین چجوری به این سوالا جواب بدین از تو دل متن میتونین در بیارین، ولی بعد با همین سوالا برای من جمله بسازید و برای من کامنت بکنین، من براتون چک میکنم. در تمرین شماره 7 میگه یکیتون بشه لوگن کوپر. One of you is Logan Cooper and the other is a journalist. و اون یکی روزنامه نگاره. دقت کنین کلمه روزنامه نگار journalist. Ask and answer questions. Begin like this. بپرس و جواب بده سوالها رو. Begin like this. اینجوری شروع کن. Hi Logan. سلام لوگان. Good to meet you. از ملاقات باهات خوشبختم. You're a great rugby player. تو یه راگبی پلیر عالی هستی. Can I ask you some questions؟ میتونم ازت چند تا سوال بپرسم؟ Yes of course. بله حتما. و بعد این مکالمه رو جلو ببرید. در قسمت بعدی گفته اومدیم برای شما یه گرامر اسپات گذاشتیم که در اون توضیح میده ما برای حال ساده فعل‌های ما فعل‌های اصلی هستن که کاری درش انجام میشه، مثل work کار کردن، eat خوردن، study مطالعه کردن، read خوندن. با I و you و we و they فعلمون اس نمیگیره، با he و she و it فعلمون اس میگیره. پس میشه I work, you work, he works, she works, it works, we work, they work. میخوایم منفی کنیم، با I و we و they و you قبلش don't میذاریم، قبل اونایی که با he و she و it میاد doesn't میذاریم. پس میشه I don't work, you don't work, he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work, we don't work, they don't work. در ادامه میگه که برای شما این سری سوال گذاشتیم، سعی کنین جواب بدین. شماره 1 where جای خالی you work. کجا کار میکنی؟ میشه where do you work. کجا کار میکنی؟ میخوایم راجع به خانم بپرسیم where does she work. Do you does she. شماره 3 جای خالی you work in London. آیا لندن کار میکنی؟ سوال بله یا خیر. شماره 2 do you work in London. جواب هست yes I do. بله من اونجا کار میکنم. شماره 3 does he work in London. آیا اون آقا در لندن کار میکنه؟ yes he does. بله اون این کار رو میکنه، اونجا کار میکنه. و در ادامه میگه که ما به شما یه سری adverbs یا قید دادیم
که قیدهای تکرار هستن. قیدهای تکرار کلمه‌ای هستن که تکرار یه چیز رو مشخص میکنن. مثلا من میگم من همیشه مسواک میزنم، میشه I always brush my teeth. من معمولا ویدیو ضبط میکنم I usually make videos. من غالبا تخم مرغ میخورم صبحونه I often eat eggs for breakfast. Sometimes یعنی بعضی وقتا. من بعضی وقتا مهمونی میرم I sometimes go to the party. Never یعنی هرگز. من هرگز سیگار نمیکشم I never smoke. اینها قیدهای تکرار هستن. کارشون این هستش که تکرار یه چیزی رو، یه فعالیتی رو مشخص میکنن. معمولا هم با حال ساده میان، مثل همیشه و هیچ وقت و اینا. 100% مواقع always، نقطه مقابلش 0% مواقع never یعنی هرگز. بقیه که این وسط رو براتون ترجمه کردم. لطفا انقدر تکرار کنید از چپ به راست و از راست به چپ تا ملکه ذهنتون بشه. بعد باهاش جمله بسازید. شما همیشه چیکار میکنید؟ اونو تو کامنت ها برای من بنویسید. این میشه انتهای در واقع صفحه 31 و ما برای ویدیوی بعدی در واقع از صفحه 32 درس رو ادامه خواهیم داد. ما حدود 3 صفحه درس در این ویدیو داشتیم که امیدوارم براتون مفید باشه. لطفاً برام کامنت بذارید و نظرتون رو بگید.